سلام. سلام عزیز. سلام خوب هستید؟ بخیر سلامت؟ قربان سلامت باشی. خودت خوب هستی؟ تشکر. پروانه جان؟ زنده باشید. شما چطورید؟ تشکر. الحمدلله خدا رو شکر. خوشحال شدم که لایف آمدی و ما را هم دعوت کردید و ما هم در اینجا یکی برنامه های آخر هفته ما چی هسته برای دوستای ما کسته با من معرفی یک برنامه بگیریم. من این برنامه رو دیروز پروانه جان در دلم بود، گفتم دیروز البته در خرید شاپینگ رفته بودم، از خاطر یه هفته آینده چون امرای اولادای خورده سخت است با یک چند روز برنامهش جلوتر بچینیم، خاطر امروزی گفتم یه خورده خریدای یه هفته انجام بدم و واقعا از منتظر هستیم تا بخیر دوستا بیاین کم کم در این هفته، حالا بستگی در وقت تایم خودشان، یا یک روز جلوتر، یک دو روز جلوتر، و بعضی دوستا که هستن از خارج از استرالیا حتی شنیدیم که جوین میشن و خیلی از دوستا حتی از کانادا میاین. واقعا این خبرهای خیلی خوب و خوش دارم میشنیم که از هر جای به یک برنامه که در شهر سیدنی برگزار میشه از طرف بیزنس از ما جوین میشن که همدیگر از راه دوستان از نزدیک و دور همدیگر تا حال که با هم آنلاین آشنا شده بودیم الان آفلاین همدیگر رو ببینیم و واقعا خیلی انتظار میکشم که بیایم دوستا را، همکارای عزیز از نزدیک ببینیم و داستان‌های متفاوت از شروع بیزنس بشنویم و موفقیت‌های متفاوت را ببینیم که چگونه با چی تلاش‌ها و با چی پشتکارهای آنها به یک مثلا موفقیت بزرگی رسیدن. این هم اولین ایونت هست که ما جوین میکنیم و در استرالیا برگزار شده و خیلی هیجان زده هستیم. واقعا امیر قامت، واقعا آشنایی با دوستان و همکاران که از راه دور و نزدیک در بیزنس هستن واقعا یک حس خیلی خوبی داره که بعض وقت تو حس غیر قابل گفتن است، ولی خیلی بی‌صبرانه منتظرش هستیم که بخیر همه دوستا را از راه نزدیک دور با هم در روز در ساعت هم دیگر ببینیم. من منتظر ببخش فاطمه جان، منتظر فاطمه جان هستم. نمی‌فهم آمدش ولی دیگه نیامدش. سلام نیست. آمدین شما فاطمه جان؟ من شما ندارم، تصویر صدایشون فقط دارم. من تصویر خودم هستم. درست است. شاید از طرف یگان دفعه مشکل از همین این گوشی از من رقم است، یگان تصویرها رو فقط صدایش هست، اما بعد از اینکه برنامه تمام شود تصویر باز می آید. یعنی در برنامه ریپلایش که نگاه میکنیم نگاه تصویر هستش. خوب هستی فاطمه جان؟ سلامتی؟ خیلی خوشحال شدم که در برنامه جوین شدید در لایو. تشکر، زنده باشید. خیلی خوشحال شدم. فاطمه جان میشه که یک کوتاه معرفی کنید؟ پران جان، من فاطمه ایداری هستم، در ملبورن استرالیا زندگی میکنم و خیلی خوشحال شدم که با شما از همکار شدم و این بیزنس شروع کردم. ما هم خوشحالیم از آشناییتان. من همچنان فاطمه جان، انشالله نمیفهم که شما در ایونت شما جوین کردن میتونید یا نه. به هر حال حالا دوستایی که نمیتونن به هر دلیل یا کار آفلاین دارن متاسفانه یا اشتکای خیلی ریزه دارن یا هر مسئولیتی نمیتونن، انشالله در برنامه دیگه بتونن جوین شن. و خوشی دارم که ماشاءالله دیگه قشوق هست که یه جای رفتن نمیتونم، رئیسی باید شهرم باشه و هم که سر کار دیگه تاسفانه نمیتونم. خیر است انشالله در دفعه دیگه. انشالله. خب پروانه جان، گفتم یه خورده از خاطر از این برنامه که چرا این برنامه درست شده و به خاطر چی، اگر کدام صحبتی داریم میخوای برای دوستایی که ما رو میبینن یه خورده اطلاعات بدیم. مسمه جان و فاطمه جان، قراره که هر بیزنس که در مثلا ایونت هایی دارن یا جمشود هایی دارن، گرد همایی دارن و میخواین امو داستان موفقیتشان را، مثلا داستان راه های کارشان را برای دیگه همکارانشان
شریک بسازن و بتوانن از موفقیت هایشان جشن بگیرن. ما هم همینطور، چون بزنس آنلاین ای قبلا بزنس آفلاین بودن و حالا آنلاین هم درست کردن و این اولین بار است که در سیدنی برگزار می شود و همین گرد همایی و یا ایونت که ما این بار در سیدنی داریم از ممکنه از کشورهای کانادا و امریکا و اروپا هم کسته بیشتر مردم کسته جوین بکنن و که ما کارکرد ما چگونه است و ما از کجا شروع کردیم و چگونه موفق شدیم و چگونه بیزنس را به این سرحد خوبش رساندیم. اینا کلا معلوماتی است که ما در این ایونت کسته میگیریم بخیر و دوستای خیلی خوب و موفقی که سالها در پشت این کار تلاش کردن و به یک جای رسیدن داستانهای اونها را میشنویم و همچنان یک دید و بازدید از همکارایی که نو شروع کردن و دمی 2-3 سال یا مثلا 1 سال اونا را کسته دید و بازدید میکنیم و داستانهای دوباره داستانهای موفقیت، داستانهای راه های کاری آنها را با هم شریک میشنویم و شریک میکنیم و همچنان معلومات که خوبی در قسمت ای بیزنس، در قسمت اینا کسته در ای ایونت خواهد بود. واقعا امیر قم است پروانه جان. واقعا دوستایی که هستن با تجربیات چه کم چه زیاد در اینجا که میآین همه از تجربات یک دیگه استفاده میکنه بدون که هیچ مانعی وجود داشته باشه. همه با دلخوشی و دلگرمی همدیگر ساپورت میکنه که مهارت های خودشون همجور مثل همونایی که پیشرفت کردن و خودشون به موفقیت های خیلی خوب عالی رساندن و دوستایی که تازه آمدن را راهنمایی میکنه. یک جور دستگیری همدیگه هستن و از مهارت های آنها میتونین کلگی از دوستایی که هستن شریک شوند و اضافه شوند و یاد بگیرن که چطور این بیزنس پیش ببرن و با همدیگه باشند و از تجربیات و از ایدیایی که گفته میشه و از سخنایی که گفته میشه اینا کاملا مثل هر یعنی واقعا این رقم بیزنس کمتر هستش. من خودم کمتر شنیدم که رقم همدیگر راهنمایی کنن، کمک بزنن به طور رایگان بتونه که هیچ چشم داشته باشن. همه را با دل جان با هم دیگه شریک میکنن و صحبت میکنن و کلا هدف از بیزنس همی است که دست به دست هم دیگه بدهیم و واقعا از خیلی از نکات از بیزنس که یکی از دانش‌های خیلی قوی و خیلی عالی است در کل دنیا همین دانش مارکتینگ با هم چطور یاد بگیرن و در بیزنس خود استفاده کنن و به اضافه که خیلی چیزای دیگه هستش که به طور غیر آنلاین پیش برده میشه یاد میگیریم و مزیت‌های خیلی عالی داره که اینا کلا با هم دیگه چه آنلاین چه آفلاین در برنامه میتونیم استفاده کنیم و ازشان واقعا بهره ببریم. و از فاطمه جانم گفتم یک اولی که در ایونت جوین شده نمیتونن گفتم چی شد که نظرش جلب شد در طرف از این بیزنس، چرا که در این بیزنس جوین شدن. اگه دوست داشته باشن میتونن یک مقدار از نظر خودش برای از ما صحبت کنه. بله البته من خیلی میدیدم میگفتن که آنلاین بیزنس چیز زیاد میدیدم تا اینکه یکی از همکارا را دیدم که گفتن این بیزنس قانونی هست و میشه از هر جایی پیش ببری، کسایی که بچه دار هستن نمیتونن برن بیرون دیگه. من خیلی همیتا بدون اینکه فکر کنم رفتم لاجستر کردم و و $149 در جا چیز پرداخت کردم و در دوره ازمایشی هم شرکت کردم. امی شاید 1.5 ساعت 1 ساعت بیشتر همو ویدیوها و چیزها را شاید بیشتر نگاه نکرده بودم. بعد از دیگه تصمیم گرفتم که حتما دیگه من این کار شروع میکنم و خیلی دوست داشتم. یعنی بعضیا خیلی سوال میکنن و قدر سوال میکنن قدر چیز هست، ولی من خودم یعنی باور شما میشه که در یک روز دیگه من تصمیم گرفتم و $149 پرداخت کردم و خیلی میتونم اینترست بودم و خیلی دوست داشتم که هر چیز زودتر بیزنس شروع کنم.
چرا که بچه کوچیک دارم و نمیشه که بیرون برم کار کنم دیگه. در کشورها که آدم لازمه کار کنه دیگه، لازمه که یک درآمدی داشته باشه. قیمتی و گرانی هست دیگه. گفتم چی بهتر از این کار دیگه. گفته بودن حقوق بازنشستگی داره، گفتم چقدر خوبه دیگه، اینقدر مزایای خوب داره و اینقدر کارش راحت و آسانه. گفتم بیا دیگه این خدا دیگه برای همه چی را فراهم کنه دیگه. خدا شکر شروع کردم و خیلی هم خوشحال هستم. و اولا که دوره آزمایشی دیگه آدم یکم گیج میشه تا که یاد بگیره، ولی خیلی راحت و آسان است. و با اینکه مثلا خیلی خانم‌ها وقت خود را مثلا در سوشال میدیا هدر، مثلا هدر نکنی، سرگرمی و چیز هست، ولی با همین کار آدم میتونه درآمدزایی کنه و با همین کار میتونه یک بیزینس پیش ببره که واقعا آینده خوبی داره دیگه. به خاطر همین من یک بیزینس انتخاب کردم. خیلی عالیه فاطمه جان، فرصت خیلی خوبیه برای خصوصا برای مادرایی که اشتوک خورد دارن و نمیتونن در بیرون کار کنن یا در کل فرزند دارن. مثلا من 2 تا طفل دارم، 2 تا اشتوک دارم که کلانه در اسکول مره، اما باز هم آنا پیکاپ و دراپ آفش و همه کارهایی که در قبال اشتوکا انجام بدیم باید از عهده خودم برای کسی دیگه برای ما انجام نمیده. با خاطر یک کار آنلاین یک فرصتی خیلی عالی برای مادرایی که در خانه هستن و انجام بدن که هم از نگاه تشویش و استرس این چیزا کسته دور میشن. همکارای خیلی خوب در کنار هم قرار دارن، زوم های خیلی خوبی داریم هفتگی و لایف های خیلی خوبی داریم و همچنان گپ سخن میگوییم و چیز را یاد میگیریم از هم دیگر و از سیستم خود دیجیتال مارکتینگ را که یاد میگیریم. اینا خودش همه یک غنیمت هست. در کنار از اینکه ما درآمد میکنیم چیزهای خیلی عالی را یاد میگیریم. واقعا کار خیلی خوبی کردی که از یک نقطه از یک جای شروع کردی و به توانمندی تو باور پیدا کردی که ما هم میتونم. یعنی اگر شما بتوانید، ما بتونم، اسما جان بتونه، همه میتونن این کار را انجام بدن و خیلی فرصت عالی است برای ما زنهایی که در خانه هستیم و نگهداری اشتکار به عهده داریم. فرصت عالی است که ما درآمد برای خود، درآمد برای مثلا اولادای خود، درآمد برای از اینکه نیاز داریم چیز را بخریم یا چیز را مصرف کنیم یا سفر بریم، نیاز داریم که مثلا پول داشته باشیم. یک درآمد خیلی خوبی خواهیم داشت و یا گیر میاریم. بر علاوه که ما چیزهایی را میآموزیم. درست واقعا. هم پروانه جان هم فاطمه جان خیلی صحبت‌های خیلی دقیق و نکته‌های خیلی خوبی را اشاره کردی. فاطمه جان که میگفتن از خاطر درآمد بازنشستگی شایی که همین که مادر هستند در کنار اولادای خان و آینده بیزنس واقعا خودش به چشم خودش دیدش، روشن دیدش که شما در کار بیرون همجور که الان خود پروانه جان کار آفلاین هم داره، ولی خب از آیندهش مطمئن نیستش که تا چقدر بتونه آیا ادامه داشته باشه نداشته باشه، تا چقدر بتونه بیزنس آفلاین خود پیش ببره، این کار آفلاین خود پیش ببره. اگر یک روز یا یک هفته یا چند روز حتی در مسافرت اگر بره 100% درآمد برای خودش قطع میشه. بخوای نخوای دست خودتان نیست، این درآمد از جای دیگه میاد، دست خودتان نیست. این درآمد آفلاین تان 100% قطع میشه. اما این بیزنس از ما خوبیش است که شما در مسافرت هستین، همراه اولادایتان هستین، در خانه هستین، به هر دلیل نمیتونین که بیزنس یا کار برای بیرون از خانه انجام بدین، یک درآمدی برای خودتان داشته باشین. اما این بیزنس شما همچین قدرت، همچین ساپورتی رو داره. اما چی بازم با ساپورت های خیلی قوی، اولی که کمپانی معتبر است که از طرف کشور ژاپن، اکثرا خود ما میدونیم که کشور ژاپن هر کاری، هر بیزنسش بدون نقص است. یعنی از کوچکترین فکرش، از کوچکترین قدمش واقعا بدون هیچ دلیل نیستش. این برنامه که درست کردن یک چیزی است که پخش برای همگانی، برای همه کسا باشه که بتونن جوین بشن، چی تجربه داشته باشن در کار، چی بی تجربه باشن. یعنی برای بیزنس
کلگشان در یک چشم دیده میشه و بستگی در مهارت و تجربیاتی که مثلا در بیزنس یاد میگیری همراه ساپورت کوچ و منتور، اینا رو کاملا که به دمی دوره دمی بیزنس یاد میگیری، اینا را بستگی به خودت داره که چقدر استفاده ببری و بیزنس پیشرفت بدی. یعنی مزیت هایی که واقعا داره هیچ بیزنس دیگه ای نداره و به خاطر امی کانونشنی که این دفعه درست میشه. چرا در استرالیا برای اولین بار است واقعا خود خواهی کمپانی بررسی کرده و دیده که در چند وقت واقعا تعداد نفرات خیلی آمارش بالا رفته و جوین شده در بیزنس. به خاطر چی کانونشن؟ به خاطر 10 نفر 20 نفر نیستش، نفر تعداد آمار خیلی بالاست و این خودش در خود کمپانی واقعا یک جای افتخار است که همچین مقداری آمار خیلی بالای در خود استرالیا یک قدم خوب در مدت و زمان کم رشد داده خودشانه و به همین دلیل همین کانونشن به پا کرده درست کرده و با مدیریت خیلی عالی که مثلا ما از تقریبا 2 ماه یا 3 ماه میشه نفرات در پشت از طریق آفلاین این برنامه رو داره میچینه و که دوستان بتونن در این گرده همای شرکت کنن و استفاده ببره. دقیقاً مسمه جان، خیلی عالی بود. لایف خیلی قشنگی داشتیم که همین طور که فاطمه جان با اشتوکش آمده در لایف و این جای خوشبختی است که ما در کنار همین اشتوکای ما این کار آنلاین را پیش بردم میتونیم. کار آنلاین ما بیزنس است و نیاز به سرمایه گذاری داره و همچنان این بخش ادورتایزینگ دیجیتال مارکتینگ را ما انجام میدیم. هیچ چیز دیگه ای نیست که ما خرید فروش چیزا را داشته باشیم، فقط بخش ادورتایزینگ همین دیجیتال مارکتینگ مربوط ما هستند. کار را انجام بدن یا کار از خانهشان از کنار اشتکایشان داشته باشن، لطفاً به هر یکی از ما کس اگر پیام بدهید یا اسم ایمیلتان رو برای من روان بکنید، ما از طریق ایمیل معلومات کافی را در اختیار شما میگذاریم و هر سوالی که شما داشته باشید میتوانیم پاسخگو به سوالات شما باشیم. درست است. دوست عزیز پرسان کردن که چه رقم کار است. اما خاطر ما گفتم کار ادورتایزینگ است. درست است. شما میتونید اطلاعات یکی از با چشم خودتان میتونین این اطلاعات دریافت کنین و ببینین از طریق خود مستقیم از خود کمپانی اطلاعات رو دریافت کنین. شما میتونین اسم و ایمیلتان در یک از ما دوستای عزیز که در صفحه امروز هستیم در لایف هستین میتونین اسم ایمیلتان بزن یا براشون پیام بگذارین که انشالله بتونیم شما را اطلاعات های اولیه از این و چه رقم که خودتان راجستر کنین دریافت کنین و بعد از تصمیم بگیرین که بدون اینکه هیچ هزینه از شما کسر شود تمام اطلاعات را دریافت کنین و بعد از نتیجه گیری از او در دست خودتان است که تصمیم بگیرین که آیا بیزنس مناسب شما هستش یا نه. بعد از انشالله قدم بعدی و استپ بعدی با شما همکاری میکنیم. تشکر از شما عزیزان، تشکر از پروانه جان و تشکر از فاطمه جان که تانستین در لایو جوین بشین. انشالله که واقعا بی صبرانه خیلی خوشحال هستم شما دوستای عزیز پروانه جان و خیلی از دوستای دیگر از نزدیک ببینم و انشالله که فاطمه جان در ایونت بعدی انشالله که برگزار میشه در اون ایونت بازم هم دیگر داشته باشیم و ببینیم. موفق باشین. وقت نمیگیرم. خواهش میکنم. موفق باشین. شما اگر حرفی سخنی ندارین لایو ببندیم برای امروز تا دفعه بعد انشالله. بچه دیگه سر صدا و چیزا کرد دیگه معذرت میخوایم. هیچ گردی نیست. خوبی همی بیزنس است که ما همراه اولادا همراه فامیلیمون هر جای که هستیم میتونیم این بیزنس رو پیش ببریم. موفق باشین. وقتتان خوش. خوش باشید. تشکر از اینکه لایف را برگزار کردید. خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. خدا حافظ.